شاه و موشها. بود نبود، شاهی بود. او با همسری نازنینش شاه بانو و پسری جوانش شاهزاده در قصر زیبای و مجلای میزیستند و خدمتگاران زیادی داشتند. شاه و شاه بانو و شاهزاده شیرینی ها را خیلی دوست می داشتند. آشپزهای دربار چنان شیرینی ها و قندینه های با لذت می پختند که آب دهان بیننده می شارید. مردم کمبغل این مملکت تنها بوی با لذت این قندینه ها و شیرینی ها را که از آشخانه شاه بیرون می آمد می شنیدند. کوزه‌گر کلو کوزه های زیبا می ساخت، اما با پول معاشش زندگیش را به زور پیش می برد. او هم همراه دوستش مشچه باب از دور با بوی خوش آشخانه شاه دل خوش می کرد. باره کلو به مشچه گفت: دلم شیرینی می خواهد، لیکن از کجا یابم؟ نمی دانم. مشچه گفت: تو برای آیله شاه 3 کوزه زیبا بساز و به عوضش شیرینی بخواه. کوزه‌گر خیلی محنت کرد و 3 کوزه زیبا ساخت و آن را به دربار شاه آورد. اهل عائله شاه از هنر و مهارت او خیلی به وجد آمدند. با عوض کوزه هایت چی می خواهی؟ پرسید شاه. من و دوستانم می خواستیم مزه شیرینی های دربار شما را بچشیم، گفت کلو. خیلی خوب، گفت شاه. آشپزهای من برای تو و دوستانت شیرینی میپزد. این قول شاه است. کلو خویش و اقربا نداشت، اما دوستان باب خیلی زیاد بودند و او باب و دوستانش را به شیرینی خوری دعوت کرد. در روز وعده شده موشها به شیرینی خوری آمدند. آنها خیلی بسیار بودند. شیرینی ها را خوردند، در قصر گشت و گذار کردند و شاه ناراحت شد. چه خیل از این موشهای لعنتی خلاص شوم؟ پرسید شاه از وزیرانش. گربه یافتن لازم، مصلحت دادند آنها. شاه امر داد که از همه گوشه و کنار گربه ها را داشته به دربار بیارند. تدبیر شاه کار کرد. موش ها از قصر شاه غیب زدند، اما جای موش ها را اکنون گربه ها گرفته بودند. قصر از میو میو و گشت و گذارشان می جنبید. شاه خیلی عصبی شد و از وزیرانش طلب نمود که علاج یافته از گربه ها او را خلاص کنند. و آنها علاج یافتند. سگ ها. اکنون سگ ها گربه ها را سر می کردند. دربار آه سبوکی کشید. اما این علاج کار نبود، زیرا اکنون قصر پر از عکاس سگان شده بود. شاه بیچاره چی کار کردنش را نمیدانست. وزیران شاه علاج سگها را نیز یافتند. آنها به قصر پلنگ ها را سر دادند.
از سگ‌ها در یک میژه زدن نام و نشانه نماند. اما اکنون پلنگ‌ها در قصر آزادانه می‌گشتند و اهل دربار به دهشت افتادند. پلنگ‌ها در قصر خوراک می‌خوردند، می‌خوابیدند. وزیران شاه علاج این مشکلی را نیز زود یافتند. شیرها. از پلنگ‌ها در قصر نام و نشانی نماند. اما بدبختی در آن بود که شیرها در قصر چون در خانه خود گشت و گذار می کردند و اهل عائله شاه از ترس از حجرچه خود بیرون نمی آمدند. پادشاه ناعلاج ماند. چی باید کرد؟ داد زد او. موشها را یافتن لازم، گفتند حکیمان. تنها آنها می توانند شیرها را از دربار بیرانند. شاه ناعلاج ماند و مشچه باب را یافته از او عرض پرسید و کمک خواست. قول ده که دیگر گربه ها را نمی آری، گفت مشچه. قول می دهم، گفت شاه. محاربه موشها و شیرها سر شد. شیرها در نزد لشکر این موجودات خردکک عاجز بودند. یکی را می زدند 10 تای دیگر پیدا می شد. موشها سخت به هجوم گذاشتند و شیرها عاجز مانده رو به گریز نهادند. شاه وقتی دید که از شیرهای پرقدرت خلاص شد، مشچه باب و دوستان او را خوب ضیافت داد. با شیرینی ها آنها را مهمانداری کرد. اگر لازم شویم ما را دعوت بکن، می آییم، کمکت میکنیم. قبلی موشانه، گفت مشچه و با شاه خیر و خوش کرد. شاه آهی سبوکی کشید و زندگی خیش را ادامه داد.